سلام دوستان، امروز اومدم با یه طراحی ساده غافلگیرتون کنم. روی کارمون یه بیس ساده میزنیم، بره تو دستگاه. فرنچمون رو میزنیم، یه فرنچ سفید و گرد، یک اندازه و یک دست. کیا مثل من فرنچ رو دوست دارن؟ من که عاشق فرنچم. این طرح قراره در عین سادگیش فوق‌العاده بشه. تاپ کاتمون رو میزنیم، 50 ثانیه بره توی یووی و بعد پودر یونیکروممون به صورت ضربه‌ای روی کارمون میزنیم و با انگشت رو روی کل ناخن فیت میکنیم. عالی میشه. حتما امتحان کنید. نتیجه کار فوق‌العاده میشه. با هم ببینیم. واو، بی‌نظیر شد. اگه دوستش داشتین حتما واسم کامنت کنید. خدافظ.